سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش های روزگار. دوستان عزیز، از این روز تا به امروز دیگه خرسندی ما حد و کنار ندارد. خیلی گفتی گپا که فوتبالیستای تاجیک ما را خوشحال کردن و خیلی ما از این روز تا به امروز خیلی گفتی گپا که نصرینمو تازه هن تابی بالیده داریم و تشکری میکنم از تمام فوتبالیستایی که در میدانی و گفتی گپا فوتبال همچون شیر واره جنگیدن، گفتی گپا به هر صورتی که بود غلبه را به دست آوردن. ما خیلی خوشحالیم و اینا تمام تاجیکستانی‌ها رو تبریک و تمام تاجیکان دنیا رو به این غلبه نوبتی شیر بچهای تاجیک تبریک میگم. و دوستان عزیز، خدا کند که دیگه بازی‌های دیگر هم گفتی گپا که ما را همه خیلی سورپریز کنن و همه خیلی گفتی گپا خوش و خرسند. و چی گفتن ان شاء الله بعدی بازی هایی که بچهای تاجیک کرده هستن ان شاء الله نرخ نوای همش تغییرها را میخیزه ان شاء الله و گفتی گپا که در لیگ های برتر دنیا ان شاء الله میرن بازی میکنن. و خوشبختی در چیه که همه پگوی میخیزه تمام رسانه ها را، تمام مثلا صفحه های مجازی را که هوی میکنی، تیک تاک اینا میفهم، فیسبوک اینا میفهم، یوتیوب اینا میفهم، هر چیزی که هست، اینستاگرام همش در مدروی، تلگرام فقط نوستی تاجیکستان، فقط گپی در فوتبال تاجیکستان. و تشکری از تمام تیم ملی تاجیکستان که ما را خرسند کردن و ان شاء الله این نمیشه است که بچه‌ها در دوام چند ساله که استقلال داریم این اولین باره که تاجیکستان به جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرد و در بار اول مثلا راه پیدا کردنش با ما را خرسند کرد تا به یک چهارفینالی رسید و رقیب فعلی معلوم نیست، شاید یا عراق باشه یا اردن دیگه. خدا کنه که دیگه فرق نمیکنه که کسی هست دیگه، بچه‌ها دیگه برآمدن یک چهارفینال همیشه خیلی برای ما را خوشحالیه و چیه. ان شاء الله امید داریم که در چهارفینالی هم بازی را دست کم نگیرن، کوشش کنن دیگه پاس سریاز بازی کنن ان شاء الله که اگران گپ خوبی دیگه هم میشه دیگه. خدا کنه که تمامی سگرچک‌های تاجیک دیگه بخرن، نرخشو خیز ان شاء الله بخرن و برام دیگه دولت‌ها بازی کنن. و ما در هر یک برنامه‌هایی که میرم دولت‌های سدن‌های دولت‌ها میرم کدام کمانده نباشه، فقط گپ مهمیه که سوم فقط به مثلا حکومتدارا یا که همون کسانی که در این ساحه کار میکنن در همین ساحه فوتبال بزنن، چون فوتبال یکی از نمودی ورزش هایی که معرفیگری تمام ملت هست. مثلا هستن بعضی مثلا ما دیگه اسپورتسمن ها را خدا نخواسته اگان چی کردنی نیستم، اما فوتبال که از شماره یک دنیا در با ورزش ایره همه میدونیم. با خاطر بیشتر اگر بتونین گفتی که پاک فلاجیت کنم پول مولا همه را در امی اکادمی فوتبال ای کودکی سرکگی تو کلون تو نورسان تو نوجوانان تو دیگه همش سریوس بخپن، همش مثلا چیکن ان شاء الله یک گپ خوب میشه. دیگه دوستان عزیز پرحرفی نمیکنم و بریم چند لحظه از فوتبال یا که از جاهای جالب و دیدنی این رقابت رو با هم ببینیم. دیگه شما رو به خدا پاک و منان میسپارم تا برنامه بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. تاجیکان فرانسه با شما هستند برادران و پیش.